جناب رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوالای ما امت سه حق دارند. حقهای واجبه هستند، اینها واجب هستند. یکمین حقی که جناب پیغمبر دوالای ما دارند معرفت است، شناختن. آیا ای شخصیت که امروز خدا امت محمد میگوی این محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم چی قدر میشناسی؟ باید که انسان آشنا باشه. وقتی میگوی امت محمد و محمد که هست، چی ذات است، چی شخصیت است؟ رب العالمین را در قرآن وصف کرده است و ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محمد صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین است، رحمت برای تمام عالمیان. و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم صاحب اخلاق بزرگ، رب العالمین او را وصف کرد که و انک لعلی خلق عظیم. ای محمد دارای اخلاق بزرگی هستی. صادق الامین، اسلام حضرت هم گفتن جناب پیغمبر صادق الامین بودن. ما و شما هم برادران عزیز ابتدا باید جناب پیغمبر به خوبی بشناسیم که چه شخصیت بود، چه اخلاق داشت. و ما باید خود را با جناب پیغمبر در ادب و اخلاق، در کردار و رفتار مانند کنیم. خداوند در قرآن برای ما میفرماید که لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه. برای شما ای امت در رسول الله صلی الله علیه وسلم یک نمونه و عبرتگاه خوبی هست. شما خودتون به هر غربی ها مانند نکنید. امروز بسیار جوان ها را میبینید نیم سر تراشیدگی، یعنی ازار باریک در بدن چسبیدگی. برای چی میپوشی؟ میپرسی برای چی خطایی صورت کرده؟ میگه این ماده هست، یعنی که این نمونه هست. باید مانندگاهی تو جناب پیغمبر محمد مصطفی هست. شاخه از شاخزار مصطفی، گل شو از باغ و بهار مصطفی. از بهارش رنگ بو باید گرفت، بهره از خلق او باید گرفت. باید امت محمد گونه باشه. محمدی امین، محمدی صادق، محمدی طاهر، محمدی رحیم، محمدی حکیم. اما امروز امت چی شده است؟ امتی کاذب، امتی خائن، امتی جاهل، امتی دلسنگ. ادب و اخلاق و نمونه محمدی امروز نداره متاسفانه. برادران عزیز بزرگوار، ما و شما باید جناب پیغمبر به خوبی بشناسیم. رسول اکرم صلی الله علیه وسلم رحمتا للعالمین بودند. جناب پیغمبر هیچ شخصیتی را آزار ندادند. یک قصه را اینجا بیان کنم، خیلی قصه تکان دهنده است که هر دل را آب میکنه. جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم از دنیا گذشتن، وفات کردند. حضرت ابوبکر صدیق نزد حضرت عایشه مادر و دخترش آمدند. گفتن یا عایشه برای من یگان خصلت خاصی جناب پیغمبر بگو، یگان سنت خاص بگو تا ای که من او را به جا بیارم. حضرت عایشه مادر گفتن جناب پیغمبر یک خصلت داشتن که یگان شخصیت او را نمیدونست، فقط من خودم میدانم و جناب پیغمبر پروردگار خودش خلاص، دیگه یگان شخصیت نمیدونم. حضرت گفتن چی هست؟ حضرت عایشه مادر گفتن که در همین بازار مدینه یک زن یهودی هست. او زن عاجزه بود، نابینا بود. یک زن یهودی هست. اون زن عادتی هر روزه شبی بود که در قد کوچه و بازار می برآمد، آشکار جناب پیغمبر را تحقیر میکرد، آزار میداد، دشنام میکرد. کارش فقط جناب پیغمبر را بد گفتن بود. کارش فقط در حق جناب پیغمبر یعنی سخنهای ناجا گفتن بود. حضرت ابوبکر صدیق ای پدر گفت جناب پیغمبر هر روز وقت گرمی روز میشید که یگان کس دیگه در بیرون ایستاده نمیتونست، جناب پیغمبر از خانه طعام میگرفت و نزد همون زن میرفت. همون زنی که آزارش میدهد، دشنامش میدهد، همون زنی که دائم در قصد یعنی آزار جناب پیغمبر میرفت و طعامش میداد، سر بدنش پاکیزه میکرد، خانهش تازه میکرد و میگشت میآمد. حضرت ابوبکر صدیق وقتی این را شنید به حیرت افتاد. گفت آیا این زنی که عادتش دائم آزار جناب پیغمبره، من برام قدر احترامش کنم؟ اما گفت هر چیزی باشه این کار جناب پیغمبر کرده است، منم انجام میدهم. حضرت ابوبکر صدیق میگه کمی خوراکه گرفت، خانه اون زن رفت. وقتی که داخل شد میگه اون زن
دید که خیلی چهرهش دیگرگون است. چند روز جناب پیغمبر از دنیا رفت است، کسی او را سراغ نکرده است، کسی طعامش نداده است، کسی سر بدنش پاکیزه نکرده است. وقتی ابوبکر صدیق دید خیلی حالتش دیگرگون است، رفت نزد اون زن نشست و برای او آهسته آهسته طعام داد و سر بدن او را پاکیزه کرد. زن پرسید که ای فرزندان، شما کی هستید که برای من قدر نوازش و مهربانی دارید؟ از که ابوبکر گفتن های مادر، من همون شخصیتی که دایم می اومدم نزد دایم طعامت می دادم، هر روز عادت داشتم نزد می اومدم، همون هستم. بگه ای زن گفت قسم به عظمت و جلال الله، تو نیستی، تو او شیده نمی توانی. وی بوی دیگر داشت، وی ادب و اخلاق و نوازش دیگر داشت. وقتی که وی نزد من می آمد، من بهتر از مادر خودش نوازش میکرد. وقتی وی به من نزدیک میشد، دماغم از بوی او معطر میشد. والله تو نیستی. ابوبکر صدیق گریان شد و فریاد کرد، با آوازی بلند گریه کرد. زن گفت چی گریه میکنی؟ گفت آیا میدانی او شخصیت کی بود؟ گفت کی بود او شخصیت؟ گفت محمد رسول الله بود. این زن گفت همون محمده که من اون قدر آزارش میدم، اون قدر دشنامش میکنم، در فکری آزاری او هستم، از پی آزار هستم، همون محمد؟ گفت همون محمد بود. این زن هم میگه با آوازی بلند فریاد کرد و گریه کرد، گفت ای کاش که من این را در حیاتش میدانستم و با او ایمان می آوردم و از این قدر آزارم از او بخشش میپرسیدم. ببینید جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم چی اخلاق داشتن. حتی به دشمن و شخصیتی که در قصد آزارش از دوستی میکرد. برادر عزیز بزرگوار، برای چی که امروز از دست ما مردم همه در داد و بیداد هستند؟ برای چی که ما امروز مسلمان و مسلمان زاده در حق خیانت و بد گفتن و در حق بدنیتی هم دیگر هستیم؟ ما و شما باید که یک نمونه محمد گونه باشیم. ما و شما باید از جناب پیغمبر عبرت گرفته باشیم. چرا که اسلام حضرت گفتن باید که از ادب و اخلاق ما این مردم اسلام با جان و دل قبول کنند. اما از بد اخلاقی ما، از ناخوبی و بدرفتاری ما امروز جمعیت از اسلام نفرت دارند. در چهره بد ما اسلام میبینند، چون که اسلام خودش نور است. اما اینها اسلام در چهره ناپاک و بد ما میبینند، میدانند، فکر میکنند شاید اسلامش ای باشه. از روی ای است که اسلام قبول ندارند. اما اسلام دین رحمت است. اسلام دین مهر و شفقت و مهربانی و دوستداری و دستگیری و غمخواری و نیکوکاری است. برادران عزیز بزرگوار، جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم ما و شما باید به خوبی بشناسیم. اگر به خوبی شناختیم، ما او را دوست می‌داریم. یکم حقش معرفت است، باید جناب پیغمبر را بشناسیم. دویم حق جناب پیغمبر اطاعت است. برادران عزیز، پیروی از سنت جناب پیغمبر. در یک حدیث مبارک جناب پیغمبر فرمودند که کل امتی یدخلون الجنه الا من ابا. جناب پیغمبر گفتند تمام امت‌های من داخل جنت میشوند. داخل جنت نمیشود شخصیتی که جنت خودش نخواهد. اهل اصحاب گفتند یا رسول الله و من یبا؟ تا یا رسول الله، هست شخصیتی که جنت نخواهد، عیش عشرت آخرت نخواهد؟ جناب پیغمبر گفتند من اطاعنی دخل الجنه و من عصانی فقط ابا. تن هر شخصیتی که اطاعت و پیروی من کرد او داخل جنت میشه، اما هر شخصیتی که اطاعت و پیروی نکرد او خودش جنت نخواسته است. برادر عزیز بزرگوار، امروزه که ما اطاعت از سنت جناب پیغمبر نداریم، پیروی از سنت جناب پیغمبر نداریم، دلالت این میکنه که ما جنت نمیخواهیم، ما عیش عشرت آخرت نمیخواهیم، ما بخت و سعادت دنیا و آخرت نمیخواهیم. همین دلالت داره برادران عزیز. باید که ما و شما اطاعتگر باشیم. اطاعت جناب پیغمبر واجب است. یهودی ها هم گفتن که گفتن ای محمد، عبادت ما نسبت به عبادت های تو زیادتر است. ما غیر از نان جوی دیگر چیز نمیخوریم. ما در یک روز 50 وقت نماز میخونیم، تو 5 وقت نماز آورده ای. ما از تو در زیادتر خدا را دوست میداریم. رب العالمین جواب اونها را گردان، گو ای محمد صلی الله علیه وسلم، گو برای اینها بگو که قل این کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله و یغفر لكم ذنوبکم. و ای محمد، این مشرک ها را، این یهودی ها را بگو که اگر دعوای محبت و دوستداری خدا دارند تو را پیروی کنند. محبت و دوستداری خدا در اطاعت و پیروی تو هست. تو
تو را اطاعت کنن، بعد از اون خداوند اینها را در دوستداری قبول میکنه و گناهاشون رو میبخشه. باید که ما و شما اطاعتگر باشیم برادران عزیز، یعنی پیرو باشیم. هر چیزی که جناب پیغمبر گفتن با جان و دل قبول داشته باشیم و اون در حیاتمون عملی کنیم. حیات ما حیات محمدی باید باشه. و سوم حقی که جناب پیغمبر صلی الله علیه وسلم در بالای ما دارن برادران عزیز و بزرگوار، محبت جناب پیغمبر است. باید که ما جناب پیغمبر از جان و از تمامی هستی بالاتر دوست بداریم. در یک روایت جناب پیغمبر روزی گفتن که هر شخصیتی که من از جانش، اهل و بیتش، مالش، تمامی هستی بالاتر دوست نداره و ایمان کامل نداره. حضرت عمر اونجا حاضر بودن، گفتن یا رسول الله والله که تا قسم به نام الله از همه زیادتر دوستت میدارم غیر از جان خودم. جان خود من زیادتر دوست میدارم. لا یا عمر. جناب پیغمبر گفتن نه عمر، ایمان کامل نیست. تا از جانت زیادتر دوستم نداری ایمانت به کمال نمیرسه. حضرت عمر گفتن که والله، گفتن قسم به نام الله یا رسول الله اکنون من تو را از جانم زیادتر دوست داشتم. بعد از اون جناب پیغمبر گفتن ای عمر، نوع ایمانی تو به کمال رسید، نوع ایمانی تو به بودی رسید. هر شخصیتی که جناب پیغمبر از جانش بالاتر زیادتر دوست نداره و ایمان کامل نداره برادران عزیز. دوست داشتن در گفتن نیست که من جناب پیغمبر رو دوست می‌دارم یا که تاریخ حیات خوندی آبی دیده برزه، این نشانه دوستداری نیست. جناب پیغمبر گفتن که من احیا سنتی فقد احبنی. هر شخصیتی که یک سنتی من زنده کرد او من دوست داشته است. و من احبنی کان معی فی الجنه. هر شخصیتی که من دوست داشت خوشا به حالش که همراهی من در جنت است. نمیخواهی که در آغوش جناب پیغمبر، در کنار جناب پیغمبر در جنت باشی؟ اگر بخواهی برادری عزیز دشوار مشکل نیست. امروز اطاعت کن، امروز سنت چه زنده کن، امروز جناب پیغمبر دوست بدار، در آخرت همراهیش هستی.